10 روز برنج وارداتی گیر نمیاد. برنجی که 1 کیلوش یه خانواده مثلا در یه شبانه روز میتونسته مثلا بعد یه وعده غذا حداقل تامین بکنه، ولی گیر نمیاد. خب این کجا رفته این برنج؟ چرا دولت توجه نمیکنه؟ چرا جلوی توزیعش رو گرفته؟ چی کار میخواد بکنه؟ خب بیاد به مردم جواب بده. آقا یه نفر تو دولت بیاد بگه آقا برنج چی شده؟ آیا میتونه یه خانواده برنج به جای برنج 50,000 تومانی کیلوش 350,000 تومان بخره؟ آقا نمیتونه. خب بازنشستگی 13 میلیون تومان آقای رئیس، نصفش بخواد اجاره بده اونی که خونه نداره، با 7-8 تومن در ماه چی کار بکن واسه 4 تا بچه، با دامادی که میاد خونش، عروسی که میاد خونش. نرخ تورم آقای رئیس از 30% تا 3 ماه پیش الان 50% شده. از اون طرف یارانه‌های مردم رو قطع میکنن، بعدا میگن آقا ما قطع کردیم هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا خیلی اتفاق افتاده؟ بی خود میکنید یارانه کسی که باید یارانه بگیره تا بی جهت قطع میکنید. این حساب و کتاب نداره سامان ایرانیان، اصلا کسی نیست جوابگوشه، کسی نظارت روی بازار نمیکنه. همه مسئولینی که اون اسمشو گذاشتن مدیر. آقا چرا نمیتونید کارو بکنید؟ خب برید کنار، بدید دست خود مردم، بدید دست خود اون بقال سر محله، بهتر از شما اداره میکنه.